تا حالا فکر کردی بربرهای کلش آف کلنس از کجا آمدن؟ اگه فکر میکنه نسخه بازیش ترسناکه، واقعیشو ببینی خشکت میزنه. تو دنیای واقعی یه قوم بود، قوم بربرها، جنگجوهایی که فقط اسمشون کافی بود دهکده‌ها رو خالی کنه. برای بربرها ریش یه چیز مقدس بود، یعنی اگه کسی ریششو میزد توهین مقدسات بود. اون لحظه آخرین اشتباه عمرشو کرده بود. بعضی قبایل کاری میکردن که حتی جنگجوهای رومی هم وحشت میکردن، سر دشمنها رو خشک میکردن و به عنوان یادگاری همراهشون میبردن. قبل حمله جیغ میزدن، نه یه داد معمولی، فریادی که گفته میشه کیلومترها میپیچید و جوری میلرزید که پات سست میشد. زره نمیپوشیدن، با پوست حیوانات و خون تازه میرفتن جنگ که سریعتر و خشنتر و بیرحمتر بتونن مبارزه کنن. اونقدر خطرناک شدن که امپراتوری روم مجبور شد دیوار 117 کیلومتری هاردیان رو فقط برای دور شدن از بربرها بسازه. اگه خوشت اومد ویدیو رو لایک کن و حتما چنل رو سابسکرایب کن تا از حقایق بعدی جا نمونی.